مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. این روزا خبر داره میرسه که یکی یکی این فاضلابای مجازی و کسانی که دل و دزد بودن و تو این فضای مجازی تا تونستن از سادگی مردم سوء استفاده کردن، دزدی کردن، یکی یکی دارن بازداشت میشن، از ترکیه دیپورت میشن، بعضن به ایران و بعضی از کشورها. یکی از این دزدها و فاضلابای مجازی این چهره، این داوود خزینه 60 پاخوره که چند سال پیش ما اولین رسانه بودیم که راجع به این آدم دل و دزد اومدیم افشاگری کردیم و یکی دیگه هم امروز خبرش رسیده که اینو هم برداشتن و پلیس ایران گفته که برش گردوندیمش ایران به خاطر اینکه سایت شرط بندی داشته. یه مقدار راجع به پشت پرده های این مسعود ترکیبی یا محمد کاظم تاش و این داوود قفاری برای شما صحبت کنیم که اصلا اینا کی بودن، چی بودن، چجور معروف شدن و چه دزدی‌هایی کردن و چه چیزایی تو پروندهشونه و قراره که چه اتفاقی بیفته. ایشون که تکلیفش مشخصه، یکی از بزرگترین قاچاقچی‌های مواد مخدر توی ایران خانواده این قفاری بودن، خودش و داداشش و مامانش، یعنی کسایی بودن که تو ایران آشپزخونه مواد مخدر داشتن. مامانش زیر لباسش مواد جابجا میکرد، یعنی مادری که مواد جابجا میکرد میداد دست بچهای مردم و بچهای مردم رو معتاد میکرد. خب طبیعیه که همچین فاضلاب زاده ای رو هم میاره تحویل جامعه میده. همین چند وقت پیش هم اومده بود چون دیده نمیشده بود و یه مقداری هم فیت شده اینا. خب به هر حال مشخص بود دیگه، با 60 پا خوردن یه 60 پا خورد معروف شد، چند وقتی فیت شده بود. بعد اومد یه دونه لایو گذاشت، شروع کرد به من فوش خار مادر دادن، به این فوش خار مادر دادن، به اون فوش خار مادر دادن، فوش دادن. گفت که بیام دیده بشم و ریخ از اون یارو فاضلاب تر خودش هم حمایت کردن و از تتلو هم حمایت کردن و از این اون حمایت کردن. کسی که ثروتش و عمدترین پولی که به دست آورده با دزدی و مواد فروش مواد مخدر بوده. توی ایران هم همه میشناسنشون، یکی از بزرگترین جاساز کننده‌های مواد بودن. شیشه جاساز می‌کردن، نمیدونم تریاک و انواع اقسام مواد رو میدادن دست اینا. کلی پرونده داره، حتی نمیدونم رفته بود زن گرفته بود زنش. بذار من همین الان بهتون نشون بدم، امیدوارم که اینترنت هم یاری بکنه و بهتون نشون بدم که ببینید چه وضعیتی دارن اینا و انواع اقسام پرونده های نمیدونم فروش مواد مخدر و فروش نمیدونم تریاک و این. الان بهتون نشون میدم. عموما یه مش آدم های ترکیه که میدونید دیگه، حالا شده بهشت آدم های دل و دزد و کسایی که توی ایران راه به جای نمی بردن الان توی ترکیه برداشتن اینا. این برداشته بود، یه دونه زن گرفته بود که از زوم کنم، زنش هم رفته بود ایران و ازش شکایت کرده بود اینا، داوود قفاری، و گفته که احتراما به عرضتون میرسونم که خوانده همسر شرعی و قانونی بنده، تاریخ عقدمون 24/1/1401 بوده، عقد کرده بوده، فاقد فرزند مشترک، بنا به دلیل قاچاق مواد مخدر به 30 سال حبس و اعدام محکوم قطعی دارد و از کشور متباری. لذا با توجه به کتککاری و عدم پرداخت نفقه و فلان بیسان بهمان طلاق میخوام و از این صحبت ها. و این هم استوری گذاشته بوده که چرا با من کاری دارید وقتی من دیگه کاری با شما ندارم، برید توی زندگیتون. ببین قشنگ توی رأی دادگاهی هم که اینجا هست اینا اینجا نوشته که قاچاق مواد، این گوشه من این پایین رو نگاه کن، اینا اینجا قاچاق مواد رو قشنگ نوشته بوده برای این داوود قفاری به مدت 30 سال حبس و اعدام محکوم قطعی. یه مش آدم مواد فروش دل و دزد طرفدارم پیدا کرده بودن تو فضای مجازی. این که دیگه سایت شرط بندی هم داشت، کلی هم حسابای مردم رو دزدی کردن، خالی کردن، فیشینگ کردن حسابای مردم. و چقدر من تو طول این سالهای گذشته راجع به این افراد افشاگری کردم و گفتم که اینها دزدن. بعد گندگویی و گندگوزی و اره‌گوزی بازی در آوردن. من رفته بودم تو ترکیه، میگفت بیا ببینم، ما رفتیم گفتیم آقا ما این میدون تاکسی میبریم اونوریم، هیچ غلطی هم نکرد. ولی میخوام به شما بگم که الانم
پلیس ترکیه اومده و حال چون پاس ترک هم داره، گویا پاسپورت ترکیه‌اش ازش گرفته، قراره دیپورتش کنن ایران. الان در حال حاضر تو شهر وان ترکیه هستش و احتمال زیاد در حال تو ترکیه اگه رشوه اینا بدیم ممکنه که یه مقداری بتونن پرونده‌تو نرم و سفید بکنن و البته این دیگه برگرده ایران قشنگ باید به سزای اعمالش برسه، چون این آدم مواد دست مردم داده. خودش، مادرش و داداشش هاشم با عنوان قاچاق و قاچاق فروش مواد مخدر زندگی خیلی از جوانای اون مملکت رو نابود کردن. تو ترکیه هم همین کارو کرده بودن. سری آخر دیگه با مواد توی ترکیه گرفته بودنشون. این آدمایی که مواد میدن دست مردم به مراتب کثیف‌تر و فاضلاب‌تر و لجن‌تر از اون آدمایین که سایت‌های شرط بندی دارن. البته خب اونا هم آدمای لجنین ولی اینا هم دست کمی از اونا ندارن. این از ایشون که الان هم دولت ایران گفته که قراره که برشون گردونیم ایران، قشنگ شیک و مجلسی، آدمای ارگوز و گندگوزی که با پول دزدی مردم اومدن برای خودشون زندگی لاکچری درست کردن رو به سزای اعمالشون میرسونن. به خاطر همین میگم تو فضای مجازی گول زندگی لاکچری این آدما رو نخورید. یه داشتون که اصلا کلا زندگیاشون کرایه‌ای و از این صحبتاست که ایشون هم دست کمی از اونا نداره. ساعت فیک انداخته تو دستش و فلان اینا ساعت فیک و لباسام که قربونش برم همه فیک. برای این اونم چوسی میان که من هزینه ببینین سر جات باباتون. اون کی هم که محمد کاظم تاش یا همون مسعود ترکیبی قبلا یه ماش انوگو ترکیب میکرد میخورد، اینم تو ایران پرونده داشته. این پروندهش رو که تو شعبه 103 دادگاه کیفری تون کابون قبلا پرونده داشته که در خصوص اتهامات محمد کاظم تاش فرزند رحمان قلی، پدرش هم چند وقت پیش فوت کرد خدا رحمتش کنه. اون موقع 26 سالش بوده، اهل و ساکن تون کابون، متأهل، متواری، فاقد سابقه کیفریه که به ترک انفاق نسبت به همسرش بوده که دادگاه با توجه به مفاد شکایت و شاکی و شهادت شهود و مواد و فلان، یعنی طرف رفته تو ایران زن گرفته، خب مهریه اون چیزای زنه رو نداده، در رفته ترکیه، اونجا هم رفته یه زن دیگه گرفته، بچه دارم شده، اونم زنه هم فرداشته رفته بوده بچه رو هم برده بوده. میخوام به شما بگم که به حال شما کارما یه جا میگیرتتون، رو میپیچونی میری ترکیه. الان هم خبر رسیده، خبرگزاری میزان و سایر خبرگزاری‌ها خبر زدن که به دلیل دایه کردن مرکز قمار، سایت‌های شرط بندی و چیزهای مختلف در حال حاضر تو ترکیه بازداشتش کردن، برش گردونن ایران. الان داخل خاک ایرانه و کلا بعد بره همبند تتلو میلاد حاتمی بشه با وحید خزایی. کلا یه بندی و بعد بذارن بند فاضلابای ترکیه و بند کسایی که ما قبلا راجع بهشون توی ترکیه افشاگری کردیم. درست اولین رسانه‌ای بودم که راجع به اینا افشاگری کردم، راجع به اینا صحبت کردم، اما تیر پیکان و بیل پیکان انتقادها هم اول اومد سمت ما، چون ما اولین نفر بودیم که راجع به اینا اومدیم. چقدر پیج اینستاگرام منو بستن، چقدر هم فوش خوردم، به منم گفتن تو سایت داری و فلان بیسان و بهمان. البته اون مملکت و اون آدمایی که ما میام راجع بهشون افشاگری میکنیم و میام راجع بهشون صحبت میکنیم و مردمی که حرف ما رو باور نمیکنن محکوم به سرویس شدن دهنشون هستن. به حال کم هم نیستن، زیادن. برای همینی که اون آخوندها دارن 40-50 سال روشون حکومت میکنن، قیمت دلار هم نزدیک انتخابات الان احتجاج ببریم پایین، ببریم بالا. این مردمی که یکی میاد براشون افشاگری میکنه به جای اینکه تشکر بکنن یا رو فوش میدن، اینا بعد براشون قیمت دلار رو 8 برابر بکنیم. و این هم شده وضعیت این فاضلابای مجازی. یه طرحی زدن توی ترکیه و حتی یکی دو تا از این سایت دارای ترکیه رو هم که پنل مادر داشتن رو هم گرفتن. بابای فرشید دکتر رو هم من شنیده بودم که تحت تعقیب میخوام بگیرنش و آقا همه اینا رو وردارید بیرید ببرید، یه اعترافی هم ازشون بکنید، چون به من میگفتن آقا تو با این ببینم من با اینا در ارتباط بودم یا نبودم، گایدید ما رو، میگفتید این همین فرین سایت داره اینا رو بگید یکی ازشون اعتراف بگیرید، شیشه نوشابه هم بکنید تو ماتحتشون، ازشون بپرسید که من اصلا با این سایت در ارتباط بودم یا نبودم. خودشون اعتراف میکنن با این شیشه نوشابه. البته اگر اعترافاتشون اجباری نباشه بهشون نگید که دروغ اعتراف بکنن، اعتراف درست بکنن تاش در میاد. این هم شده داستان این آدم ها و
دیگه الان هم نزدیک انتخابات، گفتن آقا یه طرحی بزنیم اینا رو بگیریم، یه قدرت نمایی بکنیم که حساب کار بیاد دست بقیه. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و نظرتون راجع به این دل و دوزا و فاضله‌های مجازی هم اگه دوست داشتید برامون کامنت کنید. مرسی از شما.